خب اسم گل پسر چیه؟ چی انتخاب کردین؟ دیوید. دیوید؟ بله. جدی داری میگی؟ بله. شما ساکن ایرانی؟ چطور؟ هستی؟ ساکن ایرانی؟ بله. باید بدونی وقتی ساکن ایرانی اسم بچه‌تون نمیتونی بذاری دیوید. چرا؟ ایرانی نیست. خب نباشه. نمیشه دیگه. اشاعه فرهنگ بیگانه. همسرم این اسمو پسند کردن. پسند کردن که خب خوبه ولی دلیل موجهی نیست. چه دلیل موجه نیست؟ نیست دیگه. حالا برای چی دیوید؟ اسم نویسنده مورد علاقه شد. اسم نویسنده مورد علاقه خودتو برای چی نمیذاری؟ ما اونو دوست نداریم. زیاد دوست نداریم. چیه اسمش؟ خب دوست نداریم. حالا بگو اسمش چیه؟ غلام حسین سایدی. حالا اگه غلام حسین رو دوست نداری میتونی غلامشو برداری بذاری حسین. هم مذهبیه هم قشنگه هم نزدیک به اسم اون نویسنده مورد علاقه. نصف اسم نویسنده مورد علاقه تو داره دیگه. هم عربیه ها، ایرانی نیست. مذهبی باشه ایراد نداره.